برادر جوان، آیا هادم لذات یعنی از بین برنده لذت ها یعنی مرگ را یاد کرده ای؟ آیا به شدت و سختی لحظه جان کندن اندیشیده ای؟ آیا روزی را که در جمع مردگان قرار میگیری به یاد آورده ای؟ آیا روزی مفارقت و جدایی از دوستان و زن و فرزندان و همسایگان را یاد میکنی؟ آیا تنگی قبر و تاریکی آن را میدانی؟ آیا وحشت و سختی قبر را یاد کرده ای؟ آیا عذاب قبر را یاد کرده ای؟ آیا به فکر کیرمها و مار و کژدمهای آن بوده ای؟ آیا به گرزهای آتشین آن روز اندیشیده ای؟ آیا به سؤال منکر و نکیر فکر کرده ای؟ آیا می توانی به آنها جوابی درست و صحیح دهی؟ یا به تو میگویند بی جواب به قبر آمده ای؟ برادر جوان، این سفری است که باید انجام شود، هرچند که عمر طولانی باشد و سالها و روزهای دور و دراز بیانجامد. چه کسی تا کنون مرگ را از خود دور کرده است؟ چه کسی ملک الموت را از خود رانده و ساعت مرگ خود را به تأخیر انداخته است؟ پس تکبری کردن برای انسانی که طعمه کرمهای درون قبر می شود چی معنی دارد؟ برادر جوان، چرا سرکشی میکنی وقتی که خاک آخرین مکان و منزل توست؟ الله رب العزت می فرماید استعیذ بالله کل نفس ذائقة الموت، هر نفس طعم مرگ را می چشد. در دیگر آیت الله رب العزت می فرماید کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همه چیز جز ذات پاک او تعالی فانی می شود و از بین می رود و تنها ذات یگانه پاک الله رب العزت باقی می ماند. پس ای برادر جوان، آیا برای این سفر دور و دراز خود را آماده کرده ای؟ برای آن توشه جمع‌آوری کرده ای؟ این را سفر آخرت میگویند که برای آن بهترین توشه تقوا است، یعنی ترس خدا است که انسان در پنهانی ها که هیچ کسی غیر از الله رب العزت او را نمی بیند و از ترس خدا مرتکب گناه نمی شود. برادر جوان، مسافه دور و دراز این سفر را با انبار گناه طی کردن عاقلانه به نظر نمی رسد. پس ای برادر جوان، پیش از آن که به این سفر دور و دراز می برایی، با توبه و استغفار بار گران این همه گناهان را از دوش خود بگذار و خود را برای این سفر پرخطر آماده بکن.